هی رفیق، خیلی شانس آوردیم که از اون آبشار جون سالم به در بردیم ها. گوشای منم خیلی شانس آوردن جد زقایت و پرده سالم به در بردن. این دختر بچه 5 ساله جیغ میزنه، خب چیه زربان؟ حالا اونو بی خیال، خیلی خوب شد که با تجهیزات کامل اومدیم. اصلا فکرش هم نمی‌کردم تو راه برگشت گم بشیم. آره و مت ریده با این تجهیزات کاملت. این چه کاملی چه توش قطب‌نما و نقشه نیست؟ بی خیال، حالا بخوابیم فردا که هوا روشن شد رو پیدا میکنیم دیگه. باش بابا. هی رفیق، به نظرت یه چی اشتباهی؟ مسیر تکرار میشه. حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم والا، بیا از اون بر بریم، شاید یه فرجی شد حالا. هی راوی زر بزن، خستم راوی. چیه؟ بابا خستم دیگه، نمیتونم بسازم، زر بزن. باشه بابا. پرهام و پوریا از دشت‌ها و جنگل‌ها و کوه‌ها گذشتند تا به سوراخ آبداری رسیدند. آنها حتی با یک خلافکار که در آن سوراخ مخفی شده بود جنگیدند و او را تسلیم حاجی کردند و به این صورت حاجی تصمیم گرفت که در اخراج آنها صرف نظر کند. و به دلیل کنگشاد بودن انیماتور شما همه این صحنه ها رو از دست دادین. چطور بودم؟ زهر مار. کارتون خوب بود، واسه همین میخوام تو تصمیم در مورد شما تجدید نظر کنم، ولی یه شرط داره. این بار باید آموزش های حرفه‌ای تری ببینید. کار منزایده است.